با گذشت یک روز از حادثه کشته شدن یک جوان 34 ساله و صاحب 5 فرزند از سوی یک افسر وزارت کارهای داخلی در ناحیه ایونج تا کنون مقامات رسما این حادثه را شرح نمی‌دهند. اما رادیو آزادی از چند منبع خود در حکومت ناحیه ایونج و دهه راخر و این ناحیه که حادثه آنجا رخ داده است بعضی جزئیات این حادثه را دریافت کرد. بنا به اطلاع یک منبع باوری بخش رادیو آزادی، سلامت شاه غلچیف ساکن 34 ساله دهه راخر و ناحیه ایونج شب 17 مارس از سوی کماندیر راتای فوری تعیینات مخصوصی قشون‌های وزارت کارهای داخلی در ناحیه ایونج کشته شده است. چند منبع در حکومت ناحیه ایونج شخصیت افسر وزارت کارهای داخلی را کاپیتان 27 ساله و زاده ناحیه واسع ولایت ختلان میگن. نام و نسب این کاپیتان به رادیو آزادی معلوم است. با گفته یکی از همصحبتان رادیو آزادی که از نزدیکان جوانی کشته شده است، ماجرا گویا بر سر رابطه این افسر با یک دختر نابالغ مختبان که خویش این جوان سر زده است. این افسر پنهانی تخمینا ساعت‌های 21-22 شب 17 مارس با مقصد دیداربینی با این دختر به دهه می رود که در راه با سلامت شاه غلچیف روبرو می شوند و کارشان به جنجال می کشند. بعداً این افسر از یراق تبلیغی خود به سوی سلامت شاه غلچیف تیر می کشاید که در نتیجه سلامت شاه غلچیف در راه به سوی بیمارخانه به هلاکت می رسد. در دادستانی ناحیه ایونج نخواستند که حادثه را به رادیو آزادی شرح دهند. تنها گفتند که حادثه از سوی پروکورور حربی گارنیزون ولایت مختار کوهستانی بدخشان تفتیش میشه. نعمت غلچیف برادر سلامت شاه غلچیف کشته شده در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی تصدیق کرد که خب علیه این افسر وزارت کارهای داخلی از سوی پروکورور حربی گارنیزون ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرونده باز شده است و این افسر بعد یک روزی بازداشت از شعبه کارهای داخلی ناحیه ایونج به مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان به شهر خاروغ برده شده است. اما نعمت غلچیف گفت که فعلا او نمیداند که علیه این افسر وزارت کارهای داخلی بر اساس کدام ماده های کودکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات قدرتی ناحیه ایونج دیروز پس از حادثه دختری را که گفته میشد این افسر با او رابطه داشته است همراه با مادرش برای بازپرسی بردند و حالا گفته میشد که آنها دیگر در بازداشت نیستند. این حادثه در میان ساکنان ناحیه ایونج نگرانی و تشویش‌های زیاد را به بار آورده است. برخی از آنها با نشر این خبر در شبکه‌های اجتماعی خواستار مجازات سخت شدن این افسر وزارت کارهای داخلی شدند. با گفته یکی از ساکنان دهه راخر که دیروز در مراسم جنازه شرکت کرده است، دیروز از سر تا سر ناحیه به مراسم جنازه مردم زیادی آمدند. مقامات به شرکت کنندگان مراسم اجازه ندادند که عکس یا نوار بگیرند.